کل بودجه افغانستان و دولت طالبان در سال 7 میلیارد دلاره و ایران داره 21 میلیارد دلار به این افغانی ها پول میده، یارانه میده، یعنی 2 برابر تا 3 برابر بودجه خود افغانستان. این اصلا درست نیست. چرا باید یک افغانی بیاد تو ایران 8000 شرکت ثبت کنه، به اسم شرکت ها انبار بخره، کارخونه بخره، زمین بخره، خونه بخره که بعد داخلش قاچاق کنن و 1000 تا کثافتکاری دیگه؟ مگه اصل اشتراک قانون اساسی نگفته که تبعه خارجی حق داره شرکت نداره؟ چرا باید ما اینقدر افغانی وارد ایران بشن بدون هیچ سرشماری، بدون هیچ اثر انگشتی، بدون هیچ نظارتی، که بیان مافیای زباله‌گردی را بندازن و درآمد این زباله‌گردی فقط در تهران بتونن بودجه داعش را ایجاد کنن، تأمین کنن؟ چرا باید بیش از 10-15 تا روستا فقط در خود تهران خالی از ایرانی بشه و افغان‌ها بگیرن؟ چرا باید سرایدار انبارهای بزرگ استراتژیک تهران، سرایدار برج‌ها، سرایدار ویلاها و خیلی از جاهای دیگه افغان‌ها باشن؟ زمانی که افغان وارد ایران میشه و ارزون قیمته، خب کارفرمای ایرانی هم اونها رو میگیره و این فاجعه است. افغان‌ها در ایران تهدید هستن، تهدید اقتصادی، تهدید امنیتی، تهدید فرهنگی. مهاجر وقتی وارد کشوری میشه با خودش ارز میاره، پول میاره، فرهنگ میاره، سواد میاره، تخصص میاره، شعور میاره. اما افرادی که میان داخل ایران بی سوادی میارن، بی فرهنگی میارن، بی پولی میارن، تجاوز میارن، تعرض میارن، وحشت میارن و گداخونه را میندازن. اینا که مهاجر نیستن، اینا مهاجمن. این افغان‌های غیر مجاز مهاجمن، اشغالگرن، تهدیدن، باید از ایران اخراج بشن، باید مردم کمک کنن. هر جای افغانی دیدید کلونی را انداختن. همین تو همین ساختمان‌های چیتگر خودمون تهران 200-300 افغانی زیر همین برج‌ها برای خودشون شهرک درست کردن که نیروی انتظامی رفت گرفت و باشون برخورد کرد. خیلی از شرکت‌های ما تو همین کریزک جنوب تهران جای مختلف مرکز تبادل افغان شدن، یعنی قاچاق انسان هم شده یکی از درآمدها بعد از مواد مخدر. این فاجعه است. مردم باید کمک کنن که ما بتونیم ریشه افغانی ها رو از ایران بکنیم. اینها مهاجم هستن، مهاجر نیستن. این که بیان بگن فاطمیون، این که بیان نخبه ها، آقا اینا مگه چقدرن؟ همشون هم 100,000 نفر نیستن، اصلا بگو 500,000 نفر، اصلا بگو 1,000,000 نفر. ما داریم در مورد 12 میلیون نفر صحبت میکنیم. افغانی که تو کشور خودش ظرف 7-8 سال 15 میلیون فقط زایمان و زاد و ولد افزایش جمعیت داشتن، طالبان بعدش نمیاد که اینا رو داخل ایران سرریز کنه. صدادی که از روزنامه نگار.